نعیم جان، سوالی که پیش میاد اینه، خب ما وقتی راجع به این وضعیت‌های استثنایی حرف میزنیم، اگه خوب نگاه کنیم جمهوری اسلامی هم الان 46 ساله که داره یک وضعیت استثنایی رو کش میده. نمونه خیلی ملموسش دادگاه انقلاب، مملکتی که 46 سال پیش درش انقلاب شده چرا هنوز باید دادگاه انقلاب داشته باشه؟ اینکه تشکیل سپاه پاسداران، وپنایز کردن اون، در اصل میشه گفت تسلیح اقتصادی سپاه پاسداران، اینا همش میشه تأمین و کش دادن این وضعیت اضطراری. حالا تو این جامعه‌ای که درش این مسئله یه بار تکرار شده، ما دقیقاً چه تضمینی داریم؟ میدونی این خیلی منو نگران میکنه. ما چه تضمینی داریم که دوباره بگیم حالا یه نفر بیاد دیکتاتور هم باشه، عیبی نداره، دیکتاتور مسلم، دیکتاتور نیک باشه، بیاد یه دوره اضطرار 4-5 ساله فقط دست این باشه شرایط، بعد ما برگردیم بشیم کشورهای حوزه خلیج فارس و بشیم سوئد و نروژ و بعد بخوایم کلا یه مسیر دیگر رو بریم. آخه چه تضمینی هست؟ من مثلا اینه. و وقتی نگاه میکنی به جامعه ایرانی، به اون رویه های تاریخی، واقعا چرا فکر کردی تو جامعه‌ای که هنوز توسعه نیافته است از بسیاری لحاظ چنین اتفاقی میتونه یک اتفاق صلح‌آمیز باشه؟ بله اتفاقا خب اگه از من بپرسین اصلا میشه همچین فکری کرد یا نمیشه همچین چشم اندازی داشت، خب نه، من موافق نیستم. من فکر میکنم که جامعه ایران به طور کلی اصلا به فعالای سیاسی و حالا چهره هایی که ممکنه مطرح باشن کاری نداشته باشیم. یه آموختگی پیدا کرده با این وضعیت و زیستن در شرایط، حالا اسمشو بذاریم مثلا بحرانی یا مثلا انقلابی. جمهوری اسلامی توی این 47 سال گذشته همیشه به جای اینکه در واقع عبور بکنه از انسداد یا بنبستایی که بهش برخورد میکنه، ترجیح داده که اینو تبدیلش بکنه به مدیریت بحران به قول خودش و این راهبردش این بشه که آره ما الان توی وضعیت بحرانی هستیم، از انسداد به عنوان ابزار برای بقاش استفاده کرده. یعنی وقتی میبینه که خب تغییری که نمیشه توی اقتصاد به وجود بیاره، قانون اساسی هم که معتقد همونی که هست باید باشه، سیاست خارجی هم که داره یه جورایی دیگه بر مبنای اصولی که فرضاً رهبر جمهوری اسلامی داره تعیین میکنه باید بر اون اساس پیش بره، حقوق اجتماعی هم که نمیتونه شر دست و پاشو بسته نمیتونه به مردم بده. در نتیجه این مطالبه گری هایی که توی جامعه وجود داره به نظرش بدون پاسخ اصلا غیر قابل پاسخ دادنه. در نتیجه همین وضعیت بحران زده رو تلاش میکنه نگه داره و این اصلا تبدیل میشه به خودش به یک قانون جدید. یعنی میخوام بگم که اینکه حالا ما بیایم فرضاً این شیوه های به مدیریت بحران حالا به شکل‌های مختلف بیایم انتخابات رو مهندسی کنیم، بیایم محدودیت بذاریم جلو دست و پای مردم رو ببندیم، بیایم نهادهای مختلف رو تصفیه کنیم یا مثلا یه سری افراد رو بیاریم وسط اینا رو مثلا بزنیم بیاریم کنار، کارشناسی نباشه تو سیستم مدیریت کشور، اینا نشون میده که دیگه در واقع میخوام بگم این موضوع دیگه یه دوره، یه مثلا شما اشاره کردین به ابتدای انقلاب نیست، بلکه یه الگوست. یعنی یه الگویی که از اول بوده، قرارم الانم هست و بعداً هم خواهد بود و یه سری میانجی‌هایی هم که توی جامعه وجود داشتن مثلا جامعه مدنی، مجلس، احزاب، دانشگاه، رسانه، همه چیزایی که میتونه فضایی باشه برای تخلیه فشارهای اجتماعی، تمام اینام که بستن، بی اثر شدن، مزمحل شدن. در نتیجه جامعه رو در مقابل یه بلوک قرار داره، بلوک سیمانی قرار داره که اونا کیان؟ مثلا رهبری نهادهای امنیتی هستن و اینجور مسائل. میخوام بگم اینا همه اینایی که ما داریم میگیم برای مردم ایران هم به نوعی تبدیل به یک فرهنگ سیاسی شده. اینه که خیلی احتمال میره، چون این جامعه که قرار نیستش که روی شونه افرادی به قول معروف وارداتی از مثلا کشورهای دیگه، از جهانهای دیگه ساخته بشه، قرار روی همین نسل‌های ساخته بشه که تو همین فضا بزرگ شدن، چه در داخل چه در خارج، با همین شرایط آموخته شدن و حالا خب اینا اگر بیان احتمالاً مجبور میشن اونا هم تا مدت زیادی
روی همین شیوه مدیریت بحران پیش برن، راهبردشون رو همینطوری قرار بدن و در نتیجه اگر این فضا دموکراتیک نباشه، یعنی قابل تغییر نباشه، قابل چانه زنی نباشه، بخواد منحصر بشه به یک فرد، میشه انتظار داشت که خب وضعیت از اینی که هست نه تنها بهتر نشه بلکه بدتر هم بشه، یعنی به قولی از چاله در آمدن و به چاه افتادن باشه. چون دیگه فکر میکنم تمام اون ظرفیت ها و پتانسیل هایی که یه جامعه داشته، از سرمایه انسانی، از سرمایه محیط زیستی، منابع زیرزمینی، هر مدلش رو که حساب بکنید، اینا همه انقدر خورده شده و انقدر مصرف شده که چیزی نمونده و اون ته مونده‌ش هم اگه قرار باشه بیاد مثلا تو دعواهای سیاسی یک دوران جدیدی صرف بشه، عملاً شانسی برای بقای این سرزمین نخواهد موند. اینی که فکر می‌کنم همونطور که شما اشاره کردید، اینجوری از چاله به چاه افتادن متاسفانه نمیدونم چقدر ممکنه، ولی قطعاً راه گشا نیست و قطعاً راه حل نیست. این خیلی بحث مهمیه که مطرح کردی. خیلی کوتاه یه چیزی ازت میپرسم، بعد بحث رو ادامه میدیم. یه مقابله متنی که وجود داره با این صحبتی که شما فرمودی اینه که ما از جمهوری اسلامی بدتر دیگه نمیتونیم داشته باشیم. واسه همین در وضعیت فعلی شما یک سنگ رو بذاری جای علی خامنه‌ای، طبیعتاً تحریم ها کمتر میشه، وضعیت اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد، انقدر اوضاع خرابه. تو همچین وضعیتی آیا تعبیر از چاله به چاه افتادن درسته؟ یا آیا این تعبیر درسته که بگیم این بین بد و بدتر ابتذال شر داره رخ میده؟ کدوم یکی بیشتر اینجا جا میشه؟ والا نه، من احساس میکنم که میتونه بیشتر از اون که ابتذال شر باشه. من فکر میکنم یه اساسا یه سطح استدلال احساسیه، یعنی خیلی قابل دفاع از لحاظ تحلیلی نیست. جمهوری اسلامی آره یکی از بدترین الگوهای حکمرانی توی جهان امروزه. بله ما میدونیم که نمونه‌های حتی بدتر هم وجود دارن، اما همه اینا را به قول معروف جمهوری اسلامی همزمان به شکل هم افساد داره، هم داره سرکوب میکنه، هم فروپاشی اقتصادی داره رخ میده، هم فساد سیاسی هست، هم با مردم سر جنگ داره. همه اینا اونو توی جهان منحصر به فرد کردن. اما به نظر من همزمان نمیشه گفتش که در واقع این الان بدترین وضعیتیه که میشه تصور کرد. ببینید اصلا من قصدم این نیست که بگم جمهوری اسلامی جای دفاع داره، نه، همیشه احتمال بدتر شدن هم هست. برای اینکه همونطور که پیشتر اشاره کردم این سرمایه ها و این ظرفیت ها پتانسیل ها در طول دوران جمهوری اسلامی تا حد زیادی هرز رفتن، مصرف شدن، خیلی جا به پایان رسیدن. یعنی برای اینکه ما الان بیایم بریم این وضعیت رو حالا به نوعی پایان ببخشیم، دیگه خیلی فرصت آزمون و خطا نداریم. یعنی اگه بخوایم این فرصت آزمون و خطا رو بدیم، فکر نمی کنم دیگه چیزی از اصلا وضعیت خیلی بحرانی تر از این حرف هست. وضعیت خیلی بحرانی تر از این حرف هست. این که میگی فرصت آزمون و خطا نداریم، ببین مملکت خشک شده، آب تو مملکت نیست، هوا نیست، مردم نمیتونن نفس بکشن، محیط زیست داره از بین میره. اینا چیزاییه که دیگه ترمیم نمیشن. شما منابع آب زیرزمینی رو که از دست میدی، این دیگه بازیافتی نخواهد داشت، دیگه احیایی نخواهد داشت. و اگه اون مملکت واقعا خشک بشه کما این که شده، اون وقت دیگه این یک ساعتیه که داره، یک بمب ساعتیه که زمانش تایمش داره میگذره.